اوتیسم شده یک از هر 36 تا کودک. یعنی اگر توی یک ساختمون برج 100 واحده باشه و توی اون 100 تا واحد به طور میانگین یک بچه در هر واحد باشه، 3 بچه اوتیسم توی اون ساختمون وجود داره. قراره که 5 تا از نشونه‌های مهم اوتیسم رو توضیح بدیم امروز، راجبشون صحبت کنیم با هم دیگه. اگر هر کدوم از این نشونه‌ها رو دیدی باید چیکار کنی؟ تو هم شاید اینو شنیده باشی که میگن صبر کن خودش بزرگ میشه صحبت میکنه. پسر دیگه، پسرها دیرتر صحبت میکنن. صبر کن خودش زبون باز میکنه. بچه‌ای توی فامیل ما هم حرف نزد، خودش یهو زبون باز کرد. ولی خبر نداری که گاهی وقتا این صبر کردنه میتونه باعث بشه که یه نشونه مهم اوتیسم رو از دست بدی. سلام، من نگین سودمند هستم، گفتار درمانگر کودک و نوزاد. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد 5 نشونه مهم اوتیسم که تا قبل از 2 سالگی باید به اون توجه کنید صحبت کنید، چون اینا میتونن اولین هشدارها و نشونه‌های مهم اوتیسم باشن. خیلی وقتا به من مراجعه میکنن خانواده ها نوزادشون رو برای بلعرمانی یا مشکلات بدغذایی و مشکلات حسی توی مطب میارن پیش من و سوالی که موقع رفتن از در اتاق به بیرون از من میپرسن اینه که خانم دکتر به نظر اوتیسم که نیست، این مشکل حسیه، این بدغذاییه میتونه اوتیسم باشه؟ آخه دختر همکار منم اوتیسمه. خیلی خوبه که یه سری از خانواده‌ها اینقدر نگرانن، واقعا فوق‌العاده است که در واقع این نگرانی رو توی خانواده و این آگاهی یا این سواله که اوتیسم چیه برای در واقع خانواده‌ها داره شکل میگیره رو دارم میبینم، چون که شیوع اوتیسم شده یک از هر 36 تا کودک. یعنی اگر توی یک ساختمون یه برج 100 واحده باشه و توی اون 100 تا واحد طور میانگین یک بچه در هر واحد باشه، 3 بچه اوتیسم توی اون ساختمون وجود داره. اگر توی خیابونی ما در واقع مثلا توی محله 6-7 تا برج بزرگ داشته باشیم که حالا اون برج ها 100 تا کودک وجود داشته باشه، جمعاً 18 تا کودک در واقع اوتیسم ما توی اون خیابون داریم. پس بهتره که زود هنگام و بسیار به موقع بتونیم اوتیسم رو تشخیص بدیم، بدونیم اصلا چیه، نشانه هاش رو تشخیص بدیم و خیال خودمون رو راحت کنیم که اصلا اوتیسم یعنی چی و در واقع چه نشونه هایی داره. اوتیسم یعنی یه اختلال توی پردازش ارتباط و رفتار توی کودک. اوتیسم یه اختلال ارتباطیه. کودک دنیا رو از نگاه دیگه میبینه، کودک دنیا رو طور دیگه میبینه، جور دیگه حسش میکنه، کودک جور دیگه دنیا رو درک میکنه و توی ارتباط در واقع برقرار کردن با دنیا جور دیگه رفتار میکنه و در واقع یک مشکل ارتباطی هست اوتیسم که کودکان اوتیسم نمیتونن به درستی با جهان اطرافشون، با محیط اطرافشون ارتباط برقرار کنن. هر چقدر تشخیص اوتیسم زودتر و به موقع‌تر باشه، درمانش بهتر و موثرتر میتونه باشه و میتونیم خیلی کارهای مختلفی رو برای کودک بکنیم به جهت پیشرفت کودک که بتونه تا حد خیلی زیادی در واقع مثل یک بچه عادی رفتار کنه یا زندگی کنه. یادتون نره که غربالگری زیر 2 سال بسیار بسیار مهمه. قراره که 5 تا از نشونه های مهم اوتیسم رو توضیح بدیم امروز، راجبشون صحبت کنیم با هم دیگه و توضیح بدم که اگر هر کدوم از این نشونه ها رو دیدی باید چیکار کنی. نشونه اول تماس چشمی کمه. کودک ارتباط چشمی ضعیفی داره، تماس چشمی با ما نداره، مستقیم تو صورت ما نگاه نمیکنه، با ما ارتباط چشمی برقرار نمیکنه. وقتی که صداش میزنیم سرشو بر نمیگردونه یا حتی اگر سرشو برگردونه توی چشمای ما نگاه نمیکنه. به چهره آدما زیاد توجه نمیکنه. دوست داره بیشتر به
اشیا نگاه کنه، بیشتر به وسایل نگاه کنه تا بیشتر به مثلا ما آدم ها نگاه کنه. حالا اینا یه سری مثال هایی که همیشه برای شما در واقع توضیح میدن. این موارد همیشه در واقع اگر که سرچ کرده باشید احتمالاً دیدید، ولی واقعیت اینه که در عمل خب من چند سال توی مراکز اوتیسم کار کردم، هم توی مرکز اوتیسم بهزیستی کار کردم، هم توی کلینیک تخصصی اوتیسم کار کردم و سابقه در واقع کار کردن با بیشتر از شاید بگم 500 تا 600 تا اوتیسم رو داشتم توی شهر تهران. و ببینید وقتی مثلا با اوتیسم شما ارتباط میای برقرار کنی یا کار کنی، کودک اوتیسم حتی اگر دفتر جلوشه و شما داری مستقیم تو چشماش نگاه میکنی، باز به تو نگاه نمیکنه و مثلا کنار نگاه میکنه، اصلا نمیتونه مستقیم توی چشمای آدم ها نگاه کنه. حالا شاید سوال این باشه که اگر بچه من تماس چشمی کمی داشته باشه 100% اوتیسمه. ببینید این تماس چشمی میتونه نشونه ای از اوتیسم باشه و لازمه که بررسی بشه و موارد بیشتری ارزیابی بشه. ولی اگر بچه شما فقط تماس چشمی ضعیفی داشت یا صرفا تماس چشمیش کم بود، نگران نشین همین اول ویدیو فکر کنین که حتما بچه شما اوتیسمه. چون خیلی از مادرها هستن که میگن که من مثلا رفتم این نشونه ها رو دیدم، آره بچه من نکنه اوتیسم و فلان اینا، ولی بچه‌شون اوتیسم نیست. بچه‌ای که تأخیر گفتار داره یا مشکل کم توجهی هم داره میتونه در واقع تماس چشمی هم کمی هم داشته باشه. یعنی لزوما 100% تماس چشمی کم نشونه ای از این که بچه اوتیسم باشه نیست. اما این نشونه هایی که من دارم میگم رو شما اگر توی کودک دیدی لازمه که نگران بشی و لازمه که برای حالا اون تشخیص درسته یه اقدامی کنی، حالا به گفتار درمانی مراجعه کنی، به کار درمانی و یه ارزیابی تخصصی داشته باشی، یعنی سرسری ازش نگذری. خب پس اگر بچه ما عدم تماس چشمی رو داشت، میتونه یکی از نشانه های اوتیسم باشه. یه تماس چشمی چیزی که هست، مثلا بچه های اوتیسم خیلی با گوشه چشم نگاه میکنن. یعنی چی؟ همیشه اینجوری دارن نگاه میکنن، مرتب گوشه چشمی دارن نگاه میکنن، یا اینوری یا به چپ یا به راست نگاه میکنه، همش اینوری نگاه میکنه، اصلا تماس چشمی مستقیمی نداره. نشونه دوم قبل از 2 سالگی اشاره نکردنه. اشاره نکردن چی؟ یعنی کودک من نمیتونه دقیقاً انگشتاشو جمع کنه اشاره کنه. مثلا بهش میگی چی میخوای؟ اشاره کنه نشون بده بگه خرگوش، یا اشاره کنه. خب یا بتونه به دور اشاره کنه یا به نزدیک اشاره داشته باشه. پس یکی از نشانه هایی که میتونه توی کودکان اوتیسم وجود داشته باشه یا میتونیم مشکوک بشیم به اوتیسم این هستش که کودک ما اشاره کردن نداره. کودک اشاره کردن رو بلد نیست، خداحافظی کردن، بای بای کردن، سلام کردن و از جست های بدنی برای ارتباط برقرار کردن استفاده نمیکنه. میاد فقط چیکار میکنه؟ فقط گریه میکنه، جیغ میزنه، صدا در میاره یا بیقراری میکنه یا اینجوری میکنه یا گریه میکنه، صدا در میاره. اینا میتونه نشانه‌های اوتیسم باشه. دقت کنین که اگر کودک شما بالای 2 ساله کلمه نمیگه، جمله نمیگه و اشاره میکنه، نگین که این اشاره رو داره پس دیگه من مشکوک نشم. اشاره بچه‌های زیر 2 ساله، برای بچه‌ای که 1 سالشه، بچه‌ای که در واقع مثلا 1 سال و 2 ماهشه، تازه داره کلمه ها رو میگه، در حد صدا سازی هنوز و داره اشاره میکنه. اگر 2 سالش باشه و بزرگتر باشه دیگه باید مهارت‌های گفتاری مطابق با سنش رو داشته باشه. حالا این اشاره برای چی مهمه؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه بچه‌ها شروع کنن به صحبت کردن، با اشاره دارن یا با در واقع ژستچرها مثل بای بای، سلام، بده، برو، دارن ارتباط برقرار میکنن با دنیای اطرافشون و اینا نشانه‌هایی از ارتباطه. پس اگر اینا توی بچه ما وجود نداشته باشه، یعنی اون مراحل اولیه برای برقراری ارتباط توی بچه میلنگه، ضعیفه و مراحل بعدی که نیاز هست که بچه کسب کنه رو ممکنه کسب نکنه. پس لازمه که ما این رو بیشتر بررسی کنیم. نشونه سومی که وجود داره واکنش ندادن به اسم.
هر چقدر صداش میکنی بر نمیگرده یا هیچ جواب بهت نمیده، حتی اگر هیچ کاری هم نکنه. خیلی وقتا مامانا میان مثلا من میگن که خب شاید شنواییش مشکل داره، شاید گوشش نمیشنوه، میرن تست شنوایی هم خیلی وقتا میدن، میگن خب این که شنوایی سالمه چرا به اسمش واکنش نشون نمیده؟ این به خاطر مشکل توی پردازش شنیداریه، توی پردازش مغزه. کودک باید وقتی یه صدایی رو میشنوه بتونه پردازش کنه مغزش و مغزش یه پاسخی رو بده تا مثلا سرش رو برگردونه یا نگاه شما کنه یا یه رفتاری نشون بده. اون پردازش توی کودک اوتیسم میتونه مشکل داشته و در واقع کودک واکنش به اسم نداره. پس اگر باز واکنش به اسم رو هم دیدی میتونی شک کنی که شاید نشانه ای از اوتیسمه، اما سریع تصمیم نگیر و سریع قضاوت نکن، چون خیلی وقتا هم هست بچه به خاطر فقر محیطی، به خاطر در واقع تأخیر گفتار، مشکلات حسی و خیلی مشکلات دیگه این واکنش به اسم رو نداره. یکی دیگه از همین حالا مواردی که مربوط به واکنش اسم اینه که بچه حتی با صداهای بلند و تحریک کننده هم باز به ما یا بابا یا اصلا اسمش واکنش نشون نمیده. یعنی هر چقدر صداش میزنی مثلا میگه که کارن کارن کارن، بلند میگی کارن، اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده. نشونه چهارم دیگه ای که وجود داره بازی غیر عادی با وسایله. ببینیم بچه ها توی هر سنی باید یه سری مهارت های بازی رو داشته باشن. بچه ها معمولا توی 1 تا 2 سالگی بازی های نمادین دارن، یعنی مثلا میان عروسکشون رو میشونن، بهش غذا میدن، آب میدن، موششون نمیکنن، میخوابوننش، مامان بازی میکنن، لگوهاشون رو مثلا شبیه ساختمون میکنن، لگو بازی انجام میدن، ماشین بازی میکنن یا مثلا کیت مثلا پیچ گوشتی و وسایل دکتر بازی دارن، این بازی ها رو انجام میدن. ولی بچه‌ای که اوتیسم هست چیکار میکنه؟ مثلا لگوها رو میاره، به جای اینکه باهاشون بازی کنه کارهای غیر عادی باهاشون انجام میده. مثلا تمام لگوها رو فقط ردیف میکنه، ماشیناشو فقط ردیف میکنه یا فقط میچرخونه، همینجوری میچرخونه، اصطلاحا میگن کلیشه میکنه، کلیشه یه کارایی تکرار میکنه بدون هیچ علت خاصی و غیر عادی. مثلا اون ماشینا رو میچینه و ساعتها بهشون نگاه میکنه یا اون لگوها رو میچینه و نگاه میکنه. اینا میشه بازی‌های غیر عادی که خب ما باید توی این موارد حتما شک کنیم به کودکمون. مثلا بخوام دقیق‌تر مثال بزنم، به یه بخشایی از اسباب بازی یا یه وسیله علاقه وسواسگونه نشون میده، مثل یک چیزی که وسواس روش باشه خیلی زوم میکنه بهش، مثلا با یه بخشی مثلا دسته لیوان رو نگاه میکنه، باهاش ور میره، همش به این توجه میکنه، با این بازی میکنه، به علاقه وسواسگونه داره. و مثلا اگه ما ازش بگیریمش یا مثلا برفرض وقتی لگوهاش چیده است ما اون لگوها رو ترتیبش رو به هم بزنیم یا ترتیب چینش ماشینا رو به هم بزنیم، به هم میریزه، گریه میکنه، صدا در میاره و قشقرق به پا میکنه. یه رفتار کلیشه‌ای داره، مثلا اگر اسباب بازی یا یه چیزی که خیلی علاقه شدید داره ازش بگیری شروع میکنه حسابی اذیت شدن و حسابی گریه کردن. و رفتارهای کلیشه‌ای هم داره، مثلا بالبال زدن داره. حالا بالبال زدن میتونه یکی از نشونه ها باشه، یا مثلا با دستاش برمیره، دستاشو عجیب غریب تکون میده، تکون‌های پرتکرار. یادمه یه بار من یه استوری گذاشته بودم، استوری نبود ریلیز بود، و راجع به نشونه‌ها توی اینستاگرام صحبت کرده بودم. یکی اومده بود کامنت گذاشته بود که حالا اگر که عکسشو سیو کردم براتون توی این ویدیو میذارم، کامنت گذاشته بود که این تکان‌هایی که داره میده تکان‌هایی که داره انرژیای بدش رو از خودش دور میکنه و با خدا داره ارتباط برقرار میکنه و این بچه‌ها فرشته هستن. شما چرا اینجوری میگین؟ کلی گارد نسبت به این موضوع داشتن، یا مثلا میگفتن که خب بچه من داره بپر میکنه، داره مثلا دستاشو تکون میده، یعنی این بچه من اوتیسمه، یعنی مثلا هر بچه‌ای هر تکونی خورد بگیم اوتیسمه. نه، ببینیم بچه هر تکونی خورد ما نمیگیم اوتیسمه، رفتارهای تکرار شونده و بیدلیلی داره. مثلا ایستاده مرتب داره هی اینجوری میکنه، مرتب، یعنی مدام داره این رفتار رو تکرار میکنه، یعنی در طول روز بیش از اندازه داره این رفتار رو تکرار میکنه.
در حین هیجان و مثلا بازی نیست. خب و اینا میتونه نشونه هایی از اوتیسم باشه. اگر تا اینجای ویدیو من رو دوست داشتین لایک کنین، برای من حتما کامنت بذارین، سوالاتتون رو بپرسین. یادتون نره که کانال یوتیوب من رو میتونین سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم مطلع بشین و ببینیدش. من توی کانال یوتیوب هم از روزمرگی ها و هم از گفتار کودک، رشد گفتار، نحوه تمرین کردن با بچه و مطالبی که در حوزه کاریم هست یه عالم ویدیو گذاشتم که میتونید ببینید. اگر دوست دارین که باورهای غلطی که در رابطه با اوتیسم رو هست رو ببینید هم حتما یه سر به پلیلیست باورهای غلط اوتیسم من بزنید و اونجا من یه سری ویدیو کوتاه گذاشتم که در رابطه با در واقع باورهای غلط نسبت به اوتیسم توضیح دادم. بریم سراغ آخرین نشونه که در واقع نشونه ای هم هست که مرتبط به هیته من، یعنی مرتبط به گفتار درمانی هست، توضیح بدیم. تأخیر در گفتار یا تقلید کلامی نداشتن. یکی از نشانه هایی که توی اوتیسم ها میشه دید این هستش که تقلید کلامی ندارن، صدا سازی ها رو تقلید نمی کنن، تقلید از صحبت ما ندارن یا تأخیر در گفتار دارن. یعنی کودک ما 12 ماه شده هنوز صدا سازی هم نداره، حالا که تک کلمه که هیچی، هنوز آ با 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 ما اون قانون کردن رو هم نداره. 18 ماهشه، 1 سال و 6 ماهشه، باید بتونه 50-60 تا کلمه بگه ولی هنوز یک کلمه بیانی هم نداره. در این موارد باید مشکوک بشید. تقلید حرکاتش و صداهاش خیلی کمه و اصلا 2 سالشه هنوز به کلام نرسیده و یا حتی سن بالاتر. شما حتما باید مشکوک بشین و با یک گفتار درمانگر ارزیابی داشته باشین و مهارت‌های کودکتون چک بشه، بررسی بشه. موارد نشونه‌های از این هستش که کودک اوتیستی تا اینکه بیاد از طریق مهارت‌های کلامی و در واقع گفتارش با ما ارتباط برقرار کنه، از طریق یه سری صداهای بی‌معنی و بی‌هدف و جیغ و گریه با ما ارتباط برقرار میکنه. یا حتی فقط ممکنه که سکوت کنه و اصلا ارتباط برقرار نکنه. به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه. یه دنیای خیلی وسیعیه، یه اختلالیه که خیلی پیچیده است. درمانش کار هر کسی نیست، در واقع آموزشش کار هر کسی نیست. کودکی که دارای اوتیسم تشخیصش بر عهده یه تیمی که متشکل از گفتار درمانگر، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و کاردرمانگر هست و توی هر هیت متخصص مربوط به اون هیت در واقع درمان رو شروع میکنه و خیلی باورهای غلطی نسبت بهش وجود داره که حالا قبلتر گفتم حتما پلیلیست من رو ببینید و یادتون نره که این نشونه‌هایی که من گفتم و اگر 2 تا 5 تا نشونه رو توی بچه‌تون دیدید لازم هست حتما که یک ارزیابی تخصصی داشته باشید. حتما با یک متخصص گفتار درمانگر یا کاردرمانگر مشاوره داشته باشین تا چک کنن مهارت‌ها رو و حتی اگر کودک شما اوتیسم نباشه این مهارت‌ها بخشی از روند رشدش هست و باید این مراحل رو طی کنه و کسبشون کنه تا به مراحل بعدی رشد خودش برسه و دچار تأخیرهای مختلف نشه. پس حتما به این موارد دقت کنین. مهم نیست که فامیل بگن صبر کن، مهم نیست که بقیه بگن صبر کن خودش خوب میشه. مهم اینه که صدای درون شما چی میگه. اگر نسبت به این مهارت‌هایی که گفتم، نسبت به این نشونه‌ها نگرانی داری، به صدای درونت گوش بده. اگر تا اینجا اومدی سرچ کردی و با دقت این ویدیو رو دیدی، حتما پیگیر این نشونه‌ها باش و یک ارزیابی تخصصی داشته باش تا زندگی بچت رو تضمین کنی و خیال خودت رو از این بابت راحت کنی. خیلی وقتا غربالگری زود هنگام میتونه مسیر زندگی کودک شما رو به کلی تغییر بده و دوست داشتی میتونی برام توی کامنت بنویسی که تو کدوم یکی از این نشونه ها رو توی کودک دیدی که باعث نگرانیت شد. شاید زندگی بچه شما با همین یه آگاهی عوض بشه. من اینجا در خدمتتون هستم. ما غربالگری و ارزیابی‌های تخصصی رو توی تیممون داریم. میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با من ارتباط برقرار کنید و جلسه غربالگری اولیه رایگان داشته باشید
و مهارت‌های رشدی کودکتون جلسات ارزیابی و قرارگری بررسی بشه. در خدمتتون هستم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.